به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه ششم از شیمی امیدو رو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل یه تمرین داده بودیم، اینجور بود که غلظت‌های همه اجزای موجود در محلول 1/10 مولار HNO2 در 25 درجه سانتیگراد رو حساب کنید. کای A یا کای اسید رو هم دادیم 4.5 ضرب در 10 به توان -4. خب ما HNO2 رو تفکیک میکنیم، علامت رفت و برگشت میذاریم، یعنی این اسید ضعیف هست، میدهد H مثبت به اضافه NO2 منفی. خب چون گفته غلظت همه اجزا رو، یعنی غلظت HNO2 خودش H مثبت و NO2 منفی رو به صورت مجزا میخواد. خب خودش در سوال گفته که غلظت HNO2 1/10 مولار هست. خب من این غلظت 1/10 مولار رو میگم اگه X تا ازش کم بشه H مثبت X تا به دست میاد، NO2 منفی هم به همین اندازه به دست میاد. خب من اگه بخوام این رو، حالا توی جلسه قبلی عنوان کردم، اگه بخوام این رو بزنم تو فرمول ثابت تعادل، برای من یه ماده درجه دومی به دست میاد که به دست آوردن جواب برای من سخت هست، چون هم x2 توش هست، هم x، هم عدد ثابت. اما اگه من x رو کوچیک فرض کنم و بتونم 1/10 منهای x رو به صورت 1/10 در نظر بگیرم، خب مسئله خیلی متفاوت میشه. معادله درجه دومی به دست میاد که خیلی راحت میتونم با یه جذر گرفتم x رو به دست بیارم و این روش برای من خیلی خیلی ساده است. پس وقتی که مسئله اینجوری بود برای شما، برای که به معادله درجه دوم سختی نرسید، اول همین فرض رو انجام بدید. این فرض رو انجام بدید، x رو به دست بیارید و اون تستی که من گفتم رو انجام بدید. اگه تست اوکی بود، پس x مقدارش مورد قبول هست و راحت میتونید جواب رو همین رو بیان کنید به عنوان جواب. اما اگه تست زدید و مورد قبول نبود x، مجبورید از اون روش سخته برید، چون روشش ساده است. به نظر من که امتحان کردن این خیلی بهتر از اینه که از اول بخواید به اون روش سخته پیش برید. پس من برای آسان تر کردن مسئله اومدم و x رو کوچیک فرض کردم و توی فرمول ثابت تعادل به جای 1/10 منهای x بذارم 1/10 میذارم. پس ثابت تعادل برابر است یا کای A غلظت H مثبت در غلظت NO2 منفی به روی غلظت HNO2. خب کای A رو خودشون دادن 4.5 ضرب در 10 به توان -4. HNO2 هم خودش تو خود صورت سوال داده 1/10. خب H مثبت و NO2 منفی هر دوتا X هستن، پس در هم که ضرب میشن میشه X به توان 2. خب X به توان 2 برابر است با این دوتا رو در هم ضرب میکنم، 4.5 ضرب در 10 به توان -5. جذر x رو میگیرم، میشه 6.7 ضرب در 10 به توان -3 مولار. خب خیلی راحت x رو تونستم به دست بیارم، اما با این شرط. حالا من برای اینکه بدونم x اوکی هست برای من جوابش یا نه، من باید از همون روش سخته برم، باید حتما این تست رو انجام بدم. اگه تو امتحانم یه سال اینجوری به شما دادیم، حتما این تست رو انجام بدید که من متوجه شده باشم که شما منظور سوال رو فهمیدید و تونستید به این روشی که ما گفتیم حل کنید. خب حالا تستمون چی است؟ این که باید این xی که به دست میاد حتما کوچیکتر از 5% ماده اولیه باشه. ماده اولیه من چیه؟ HNO2 که خودش غلظتش رو داده 1/10. خب بیام 5% 1/10 رو به دست بیارم، میشه 500 ضرب در 1/10 که همون ماده اولیه است، میشه 5000. خب این xی که من به دست آوردم باید کوچیکتر از 5000 5% ماده اولیه یا همون 5000 باشه تو اینجا که من قبولش کنم، وگرنه نمیتونم قبولش کنم. خب الان نگاه کنید، اینجا xی که به دست آوردی حدود 6000، اگه این حتی 7 هم در نظر نگیرم میشه 6 ضرب در 10 به توان -3 یا همون 6000. خب 6000 از 5000 بیشتره، پس تو این مسئله xی که به دست آوردید بزرگتر از 5% ماده اولیه است. پس این x مورد قبول من نیست. یعنی چی مورد قبول نیست؟ یعنی که من x رو نمیتونم کوچیک فرض کنم، یه مقداری داشته، درسته؟ اونقدر کوچیک نبوده که بتونم صرف نظر کنم ازش، این منظورش هست. پس چون x بزرگتر از 5% ماده اولیه است، من مورد قبولم نیست و میرم به همون روش اولیه که یک معادله درجه دوم به من میده که خیلی حل کردنش سخته، به اون روش میرم و x رو به دست میارم، دیگه مجبور هستم. خب من توی صفحه بعدی بقیهش رو براتون نوشتم. خب اینجا نوشتم پس مجبوریم از همون معادله درجه دوم حل کنیم. خب کای A میشه 4.5 ضرب در 10 به توان -4 برابر است با اینم که x2 دیگه. اینجا حتما باید 1/10 منهای x بذارم.
خب جواب میشه x2 برابر است با این در 1/10 میشه 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 5. این در منفی x میشه منهای 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 4x. حالا همه رو میارم یه سمت برابر با 0 قرار میدم، میشه x2. خب این x که میخواد بیاد کنار x2 علامتش منفیه، میره اون سمت میشه مثبت، به اضافه 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 4x. خب این سمت مثبت، میره اون سمت میشه منفی، منهای 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 5 برابر با 0 قرار میدم. خب جلسه قبلا به شما گفتم ضریب x2 میشه a، ضریب x مون میشه b و اون عددی که هیچ متغیری کنارش نیست و عدد ثابتی هست رو ما با c بیان میکنم. خب برای به دست آوردن x میگم که x برابر است با منفی 20 به اضافه منهای رادیکال b2 منهای 4ac به روی 2a. باید همه رو قرار بدید، این حالا ضریب های a b c رو توی این فرمول قرار بدید تا x تون به دست بیاد. خب حالا x مون به دست اومد، x مون همون غلظت h مثبت، اگه دقت کنید x مون چیه؟ همون غلظت h مثبت و NO2 منفیه. پس این xی که ما به دست میاریم برابر است با غلظت h مثبت برابر است با غلظت NO2 منفی، شده 6.5 ضرب در 10 به توان منفی 3 مولار. باز خواهشی که ازتون دارم، یه بارم اینو عنوان کردم، حتما توی این فرمول بذارید و جواب به دست بیارید. شما یه جواب منفی به دست میارید، یه جواب مثبت، چون یه منفی و مثبت اینجا دارید. اون جواب منفی که اصلا ما مقدار یا غلظت منفی که ندارم، اون جواب منفی به کنار، کاری بهش ندارم. اون جواب مثبته میشه جواب x من، درسته؟ چون ماده درجه دوم خب 2 تا جواب داره دیگه، پس منفی رو من قبول نمی کنم، فقط مثبت رو قبول می کنم. خب حتما بذارید و جواب به دست بیارید، چون من تو امتحان هر سالی آوردم مجبور باشید از این راه برید، باید جواب آخر رو به من بدید. خب جواب آخر اینجا در میاد 6.5 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب حالا ما غلظت کل رو میخواستیم، یعنی هم h مثبت هم NO2 منفی و هم غلظت HNO2. خب غلظت HNO2 هم که همون 1/10 منهای x هست، پس میشه این 6.5 ضرب در 10 به توان منفی 3. پس 1/10 منهای این عدد که x بکنیم جوابش در میاد 94,000 مولار. خب مسئله حل شد. عمدن این مسئله رو به شما دادم که فرض نکن، حالا من چون این روش رو به شما گفتم که x رو کوچیک فرض کنید، حالا فکر نکنید که ما تمام مسئله‌مون به اون روش حل میشه. به خاطر همین این مسئله رو دادم که شما حتما باید تست رو انجام بدید. اگه تست اوکی بود خب به همون روش آسون مورد قبوله، اما اگه تستتون اوکی نشد مثل این مسئله‌ای که اینجا براتون عنوان کردم، مجبورید برید و از همون اول حل کنید و جوابا رو به دست بیارید. خب این از تمرینی که جلسه قبل به شما داده بودیم. بریم سراغ مبحث جدیدمون. خب یه مثال دیگه هست. ببینید خیلی زیاد من میتونم مسئله از این قسمت بیاریم، اما شما موقع مسئله حل کردن خیلی دقت کنید به نوع مسئله، اینکه مسئله ازتون چی میخواد. خب خیلی بهتون کمک میکنه به حل مسئله. الان مثلا من یه نوع مسئله دیگه حل میکنم و کاملا هم توضیح میدم که من چطور اینو حل میکنم. یکم نسبت به مسائلی که حالا قبلش تا حالا حل کردیم یکم حالا طولانی تر هست جوابش، اما خب من همه رو توضیح میدم که انشالله اگه مسائل شبیه به اینا اومد تو امتحان دیگه مشکلی نداشته باشید. خب گفته که غلظت های همه اجزای موجود، خب من دوباره غلظت همه اجزا میخوام، درسته؟ اما خب ببینید مسئله‌شو چطور مطرح کرده. غلظت های همه اجزای موجود در محلولی که از رقیق کردن 1/10 مول HCl و نیم مول CHCCOONA تا حجم 1 لیتر ساخته شده است رو معین کنید. ثابت یونش استیک اسید 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5 می باشد. خب شما این سوال رو میبینید یکم شاید الان براتون گیج کننده باشه، اما خب دقت کنید ما مرحله به مرحله جلو میریم، متوجه میشید که واقعا هم سوالش زیاد سخت نیست. نگاه کنید، اولا ثابت یونش استیک اسید داده، اما اینجا هیچ اسمی از استیک اسید نیست. پس من یکم شک میکنم به مسئله، اینکه وقتی ثابت یونش اینو داده حتما از این میخواد که من مسئله رو حل کنم، پس حتما از مخلوط کردن این دوتا یه استیک اسیدی به دست میاد که حالا ثابت یونشش رو به ما داده. خب حالا من یکی یکی حل میکنم. گفته که این دوتا ماده رو مخلوط میکنی، اول ببینم تکی تکی چی هستن. مثلا HCl که شما میدونید اسید قوی هست،
اسید قوی کاملا تبدیل میشه به یونهاش، میشه H مثبت به اضافه Cl منفی. خب به من گفته 1/10 مول HCl دارم، یعنی چی؟ یعنی اگه 1/10 مول HCl دارم توی آب که حل میشه کاملا تبدیل میشه به یونهاش، پس حتما 1/10 مول H مثبت برای من به وجود میاره و 1/10 مول Cl منفی. خب بریم سراغ ماده بعدی. ماده بعدی گفته CH3COONA. خب این ماده هم ببینید نمکه. تمامی نمک ها الکترولیت های قوی هستن. مثل اول براتون CaCl2 رو مثال زدم تو خود، حالا خواستیم فصل رو شروع کنیم، گفتم این نمکه. نمک ها مثل NaCl یا هر نمک دیگه این هم ببینید یه آنیون داره، CH3COO منفی آنیونشه، Na مثبت هم کاتیونشه. این نمکه. همه ی نمک ها الکترولیت قوی هن. الکترولیت قوی کاملا به یونهاش تبدیل میشه، مثل HCl هیچ فرقی باهاشون نداره. خب اینم میشه CH3COO منفی به اضافه Na مثبت. خب اینم گفته نیم مول داشتیم ازش. خب عذرخواهی میکنم من مولار نوشتم از اول، حالا میگم براتون چرا مول رو نوشتم مولار. اینجا اول دقت کنید، این نیم مولار هست، دقیقاً شبیه به محصولاتش میشه. محصولاتم این وقتی توی آب حل میشه کامل به یونهاش تبدیل میشه. این هم میشه نیم مولار، این هم میشه نیم مولار. خب چرا نیم مولار؟ اینجا نگاه مول بیان کرده، گفته 1/10 مول، اینجا هم گفته نیم مول. خب هم گفته تا حجم 1 لیتر ساخته شده. خب مگه مولار چیه؟ مولار یعنی مقدار مول توی 1 لیتر. اینم چون گفته توی 1 لیتره، من میتونم به مول بگم مولار. درسته؟ خب اینا رو قبلا خوندید، من فقط دارم اینا رو یادآوری میکنم. پس من چرا به این مولا گفتم مولار و جزء غلظت حسابش کردم؟ چون خودش گفته تا حجم 1 لیتر ما اینا رو رقیق کردیم. خب مقدار مول تقسیم بر 1 لیتر همون میشه مولار دیگه. مثلا اگه به شما گفته تا حجم 2 لیتر اینا رو ما رقیق کردیم، شما باید مقدار مول رو تقسیم بر 2 میکردید، هر چی به دست میومد میشد مولارتون. درسته؟ اما حالا شما این مقدار مول رو تقسیم بر 1 کنید، خب همین مقدار میشه. درسته؟ پس مولمون اینجا با مولارمون با هم دیگه برابره. پس دقت کنید لطفاً، زمانی که اسم ما همه این کارهایی که داریم انجام میدیم و ضرب و تقسیم هایی که انجام میدیم در مورد غلظت داریم صحبت میکنیم. غلظتمون هم بر حسب مولاره. خب من اکثرا مسائلی که داریم حل میکنیم مولاره، اما عمدن اینجا من مول به کار بردم که شما حواستون باشه که این غلظت ها بر حسب مولاره و اگه حجمتون 1 لیتر نیست، به غیر از 1 لیتر، چه کمتر از 1 لیتر باشه چه بیشتر از 1 لیتر باشه، حتما مول رو تقسیم بر لیترش بکنید و اون عددی که به دست اومد میشه مولار که باید میتونید زیر این مقدارها قرار بدید. خب این نکته هم که گفتم خدمتتون. خب برگردیم. پس میگه ما HCl رو با این ماده قاطی کردیم و از مخلوط اینها حتما اسیتیک اسید به دست میاد. ببینم درسته؟ آره نگاه کنید، اگه H مثبت و CH3COO منفی رو در نظر بگیریم همون اسیتیک اسیده. درسته که Na با Cl هم واکنش میده میشه NaCl، خب من کاری بهش ندارم، اما اون ماده‌ای که برای من به وجود میاد اسیتیک اسیده که میتونم ثابت یونش براش در نظر بگیرم. خب منم همینو میگم نگاه کنید یونایی که داریم چیه؟ یکی H مثبت، یکی Cl منفیه، یکی CH3COO منفیه، یکی Na مثبته. این یونایی که الان من توی محلولم دارم. خب Na با Cl NaCl تولید میکنه، این آنیون و H مثبت هم میشه اسیتیک اسید. پس اسیتیک اسید اینجا به وجود اومد. پس اگه به شما 2 تا ماده رو دادن حتما تفکیکاشو اول بنویسید و معمولا ماده‌ای که بهتون میدن که تفکیک کنید و با هم مخلوط میکنن معمولا الکترولیت های قوی هستن که شما مخلوط کنید و از مخلوطشون یه الکترولیت ضعیف به دست میاد، مثلا مثل اسیتیک اسید که الان تازه میخواید رو این شروع کنید به مسئله حل کردن. درسته؟ خب ثابت یونش اسیتیک اسید رو بهتون داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب حالا میریم سراغ مسئله. من میگم اسیتیک اسید رو میتونم رفت و برگشتی براش بکشم چون الکترولیت ضعیفه، میشه CH3COO منفی به اضافه H مثبت. یه تفاوتی این مسئله با مسئله قبلی داره. مسئله قبلی خب ما یه مقداری از اسیتیک اسید رو بهتون میدادیم، میگفتیم حالا مثلا بقیه رو به دست بیاری. شما میگفتی اون مثلا 1/10 اگه بهتون میدادیم میگفتی 1/10 منهای x، اینم میشه x، اینم میشه x و میذاشتی تو فرمول به دست میاری. اما الان برعکسه، شما تازه یون از یونها مقدار دارید اما اسیتیک اسید
هنوز تشکیل نشده. درسته؟ پس در لحظه اول این عکس اون مسائل عمل میکنه. نگاه کنید شما اینجا CH3COO منفی نیم مولار دارید، H مثبت هم از اینجا 0.1 مولار داره. پس در ابتدای واکنش یونها مقدار دارن اما هنوز استیک اسیدی ایجاد نشده. این میشه در ابتدای واکنش. خب بعدش چی میشه؟ بعد که یه مقدار از واکنش گذشت، چون این رفت و برگشتیه، این دوتا با هم دیگه مخلوط میشن، اینو به وجود میارن. پس نوشتم بعدش واکنش به سمت چپ میرود. خب چقدر از این با چقدر از این با هم واکنش میدن و این رو به دست میارن؟ نگاه کنید، من چون اینا ضریباشون یکیه، هر مقداری از این برداشتم باید از اینم بردارم و همون مقدارم استیک اسید برام ایجاد میشه. خب این 0.1، اینم نیمه. خب این نیم 5 برابر اینه دیگه. درسته؟ الان موجود داری، من کار ندارم، این از قبل بوده، این از اینجا به دست آوردم، اینم از اینجا. خب من 0.1 از این برمیدارم، 0.1 هم از این برمیدارم، 0.1 از این ایجاد میشه. قبول دارید؟ خب نمیتونم بیشتر بردارم. چرا نمیتونم بیشتر بردارم؟ چون بیشترین مقدار H مثبت من 0.1. درسته؟ این هنوز مقدار اضافه داره، اما خب چون بیشتر از این مقدار H مثبت ندارم، من مجبورم 0.1 بیشتر بر ندارم. پس 0.1 از این برمیدارم، این دیگه 0 میشه. 0.1 هم از این برمیدارم، این میشه 0.4 میمونه براش. خب چی تولید میشه؟ 0.1 از این ماده تولید میشه. پس در ابتدای واکنش ما این دوتا رو داشتیم، این هیچی نداشتیم. بعد این دوتا با هم واکنش میدن و این ماده رو به وجود میارن. خب بعدش چی میشه؟ الان دیگه تعادل برقرار میشه. شما حساب کنید الان تعادل برقرار میشه. یعنی چه تعادل برقرار میشه؟ یعنی اینکه الان میشه 1/10 منهای، من x و y فرق نمیکنه دیگه، میتونم مثلا 1/10 منهای x ایجاد میشه، اینجا حالا y گذاشتم. خب الان دیگه از این یه مقداری کم میشه، به این اضافه میشه و به این اضافه میشه مثل قبلا. درسته؟ پس میشه 1/10 منهای x یا y، فرق نمیکنه. این اینجا میشد y، اینجا میشد y دیگه، اما خب این یه مقداری قبلا داشته، پس میشه 4 به اضافه y، اینم میشه y. یه بار دیگه توضیح میدم. تفاوتی که این سوال با سوالای قبلی داره، سوالای قبلی همیشه یه مقدار از این داشتیم، سریع تفکیک میکردیم و میذاشتیم تو مسئله. اما الان نه، ما اول این یونها رو داریم، بعد استیک اسید ایجاد میشه. درسته؟ پس یه مقدار مسئله من فرق میکنه. از این یه مقدار داشتم، از اینم یه مقدار داشتم. مرحله ابتدا اینجوری بوده، بعد مرحله بعد میام از این دوتا یه مقدار از اینو میسازم و بعد تازه مرحله سوم میشه اون مرحله‌ای که من قبلا حل میکردم ازش. درسته؟ خب اینجا رو فکر کنم متوجه شده باشید که از این کم کردم، از اینم کم کردم، این مقدار ایجاد شد. مقدار بعدی یعنی مرحله بعدی که در حال تعادل هست و من میخوام بنویسم، مثل قبلا انگار فرض میکنم 0.1 مول استیک اسید داشتم، یه مقداریش داره تفکیک میشه و به اونا تبدیل میشه. چه مقداری؟ به اندازه x مقدار یا y مقدار، فرقی نمیکنه. پس اینجا می نویسم 1/10 منهای x یا همون y. درسته؟ خب اینجا y اضافه میشه، اینجا هم y اضافه میشه. خب اینجا هیچی نداشتیم، پس میشه y فقط غلظتش. اما اینجا 4 دهم هنوز براش مونده، پس میشه 4 دهم به اضافه y. خب حالا این غلظت ها رو داریم، باید بذاریم تو غلظت ثابت تعادل تا برای ما غلظت های تک تک اینها به دست بیاد. درسته؟ خب بریم صفحه بعد بقیه‌شو حل کنیم. خب ثابت تعادل میشه غلظت CH3COO منفی در H مثبت بر روی CH3COOH. خب دوباره میام روش آسون به کار میبرم، چون اگه بخوام روش سخته رو برم دوباره جای من برای من خیلی خیلی سخته که جواب حالا y یا همون x رو به دست بیارم. درسته؟ پس میام میگم از مقدار y صرف نظر میکنم، یعنی y رو اینقدر کوچیک در نظر میگیرم که از مقدارش در مقابل یک مقدار بزرگتر صرف نظر میکنم. خب جای کای A که مقدار خودشو گذاشتم 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. جای H مثبت که همون مقدار y رو میذارم. اما جای CH3COO منفی که میشد 4 به اضافه y، چون y مقدار خیلی کمیه در مقابل 4 همون 4 رو میذارم. و به جای CH3COOH که میشد 1/10 منهای y، چون y خیلی کمه، حتما من فکر میکنم خیلی کمه در مقابل 1/10، دیگه منهای yش رو نمیذارم، همون 1/10 میذارم. پس شما حواستون باشه وقتی میخواید از یه مقدار y یا x صرف نظر کنید،
حواستون باشه چه وای به اضافه شده باشه به یه مقدار و چه وای منها شده باشه از یه مقدار، کلا ازش باید صرف نظر کنید. درسته؟ چون مقدارش در مقابل این عدد صحیح عددی نمیشه. خب پس همینجا ازش صرف نظر کردم، همینجا اینجا که نمیشه صرف نظر کردم، خودش تنها مونده. درسته؟ خب پس من میام از این معادله وای رو به دست میارم. درسته؟ دیگه حتی معادله درجه دومم نشد که بخوام جذر بگیرم، همون درجه اول شد. پس وای برابر است با طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، جوابش در میاد 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. خب من از راه ساده رفتم. درسته؟ باید تستشو انجام بدم. اگه وای کمتر از 5% ماده اولیه باشه کار من درسته، اما اگه بیشتر باشه من مورد قبولش ندارم. خب اول بریم 5% ماده اولیه رو به دست بیاریم. نگاه کنید ماده اولیه ما چند بود؟ 1/10 بود. درسته؟ چون ما اینا رو با هم دیگه، حالا کاتیون و آنیون رو با هم دیگه مخلوط کردم، استیک اسید یا ماده اولیه من که به دست اومد 1/10 مولار شد. پس ماده اولیه من 1/10 مولاره. 5% 1/10 میشه 5000. خب وای رو نگاه کنید. وای اگه از این صرف نظر بکنم تقریبا میشه 4 در 10 منفی 6. خب خیلی کوچیکتر از 5000 بنابراین میگم آره وایم کوچیکتر از 5% ماده اولیه است. پس اوکیه، همین وایی که به دست آوردم برای من کفایت میکنه و درسته. خب حالا غلظت ها رو دیگه به دست میارم و دیگه لازم نیست از اون معادله درجه دوم خیلی سخت پیش برم. خب غلظت اچ مثبت من نگاه کنید تو صفحه قبل غلظتش برابر با وای بود دیگه. پس خیلی راحت میگم اچ مثبت من همین عددیه که برای وای به دست آوردم، 4.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. CH3COO منفی چی بود؟ نگاه کنید 4/10 به اضافه وای. درسته؟ خب من از وای چیکار کردم؟ صرف نظر کردم. پس CH3COO منفی من میشه 4/10. درسته؟ خب CH3COH هم 1/10 منهای وای بود که من از 1/10 هم صرف نظر کردم. اینجا رو نگاه کنید، از وای صرف نظر کردم. پس جواب این میشه چی؟ همون 1/10. درسته؟ خب این مسئله هم حل شد. حالا فکر نمی کنم مسئله سختی بود، فقط تنها تفاوتش با مسائل قبل این بود که ما از قبل ایون ها رو داشتیم بعد به استیک اسید تبدیل شد، در صورتی که مسائل قبل آسان تر بود یکم. همون اول استیک اسید رو داشتیم و راحت میتونستیم مسئله رو حل کنیم. خب بریم و سراغ مبحث بعدی. برای بازها هم من میتونم تعادل بنویسم. تعادل باز مثلا NH3 یه باز ضعیف هست که به اضافه H2O میشه یه هیدروژن از H2O میگیره میشه NH4 مثبت به اضافه OH منفی. خب میدونید بازها OH منفی توی آب ایجاد میکنن. درسته؟ خب پس من میتونم یه ثابت تعادلی هم برای باز بنویسم. پس کای باز یا همون ثابت تعادل باز برابر است با غلظت NH4 مثبت در غلظت OH منفی به روی غلظت NH3 در H2O. خب مثل دفعه قبل غلظت H2O همیشه ثابته، پس من میتونم از غلظت H2O توی ثابت های تعادلم صرف نظر کنم. پس کای باز من برابر است با غلظت NH4 مثبت در غلظت OH منفی به روی غلظت NH3. پس هیچ تفاوتی بین تعادلای باز و تعادل اسید نداره، فقط خب حالا یونهاشون با هم متفاوته و یعنی همون ثابت تعادلی که برای اسید می‌نوشتیم فرمولش همونم برای بازها برقراره. خب یونش آب هم البته اینا رو خوندید، این مبحثی که الان دارم براتون میگم، اما خب چون نیاز داریمش تا توی مباحث بعدی مجبوریم حالا بیانش کنیم و مسائلش هم براتون میگیم که حالا اگه احیانا فراموش کرده باشید مجددا براتون یه یادآوری باشه. خب یونش آب، میدونید که آب به مقدار بسیار کمی به یون تبدیل میشه. آب خالص منظورمه، هیچ ماده دیگه توش نباشه. پس آب به مقدار بسیار کمی به یون تبدیل می شود و بیشتر به صورت مولکول های آب وجود دارند. پس از آنجایی که مقداری از آب به یون تبدیل می شود می توان برای آب نیز ثابت تعادل در نظر گرفت. پس نگاه کنید، آب با وجودی که خالص هست و هیچ الکترولیتی هم توش نیست
میتونه تفکیک بشه به H مثبت و OH منفی. اما خب این مقدار خیلی خیلی کم هست، درسته؟ اما با وجودی که کم هست برای من خیلی مهمه، چون توی مسائل به من خیلی کمک میکنه. الان H2O براش میتونم ثابت تعادل بنویسم. ثابت تعادل برابرش با چی؟ قسمت های فراورده رو بالا می‌نویسم، غلظت H مثبت در OH منفی به روی H2O. خب بازم اینجا میگم که غلظت H2O ثابته، بنابراین میتونم ازش صرف نظر کنم. پس ثابت آب رو یا کای واتر یا W. پس وقتی من میگم کای W منظورم چیه؟ ثابت یونش آب هست. برابر است با غلظت H مثبت در OH منفی. دیگه خط کسری نداره، چون قسمت پایین فقط آب بود که ما اون رو ازش صرف نظر کردیم. خب کای W همیشه برابر است با 10 به توان منفی 14 است. یعنی ثابت تعادل آب همیشه برابر با این عدده. پس غلظت H مثبت در غلظت OH منفی میشه 10 به توان منفی 14. خب هر کدومش چنده؟ پس میشه غلظت H مثبت برابر با غلظت OH منفی برابر است با 10 به توان منفی 7. چون که غلظت H مثبت حتما برابر OH منفیه، خب همیشه همینجوریه دیگه، چون که ضریباشون با هم برابره حتما غلظتاشون هم با هم برابره. چون دو تا غلظتاشون با هم برابره و برابر 10 به توان منفی 14 است، پس برای هر کدومش میتونم بگم که غلظتش 10 به توان منفی 7 مولاره. خب این در مورد یونش آب. پس آب توی محیط‌های خالص و توی محیط‌هایی که نه اسیدیان نه بازیان، غلظت H مثبتش برابر غلظت OH منفی و برابر با 10 به توان منفی 7 مولار. خب پس در آب خالص غلظت هیدرونیوم یا همون H مثبت با غلظت هیدروکسید یا همون OH منفی با هم برابر و برابر با 10 به توان منفی 7 مولار نشان داده می شود. یه مثال حل کنیم. غلظت H مثبت و OH منفی را در محلول 200 مولار HCl مشخص کنید یا معین کنید. پس نگاه کنید، گفته غلظت هم H مثبت هم غلظت OH منفی رو توی محلولی که HClش 200 مولار مشخص کنید. خب ما میدونم HCl یه اسید قویه و یک الکترولیت قویه و تفکیک میشه به H مثبت و Cl منفی. خود مسئله گفته HCl 200 مولاره. 200 مولار چون یه HCl وقتی توی آب حل میشه الکترولیت قوی است، همش تبدیل میشه به یونهاش. پس H مثبت منم 200 مولار میشه، Cl منفی هم 200 مولار میشه. خب من کاری به Cl ندارم چون ازم نخواسته، فقط غلظت H مثبت خواسته OH منفی. پس غلظت H مثبت من برابر همون غلظت HCl. چرا؟ چون اسیدم قویه یا الکترولیتم قویه که ما اینو قبلا کامل گفته بودیم. پس غلظت H مثبت من 200 مولاره. حالا غلظت OH منفی چنده؟ میام از همین رابطه‌ای که توی برگه قبلی بهتون گفتم استفاده میکنم. هر جایی غلظت H مثبت رو داشتید میخواستید OH منفی رو به دست بیارید، از این فرمول میرید. برعکس غلظت OH منفی رو داشتید میخواستید غلظت H مثبت هم به دست بیارید، حتما از این فرمول میرید. پس این فرمول هم برای مواد خنثی، هم برای مواد اسیدی و هم برای مواد بازی استفاده میشه. همیشه در تمامی محلول ها، چه اسیدی چه بازی چه خنثی، این رابطه برقراره. توی خنثی با هم برابرن، توی اسیدا توی محیط‌های اسیدی H مثبت بیشتره، تو محیط‌های بازی OH منفی بیشتره. همین درسته؟ پس این رابطه توی هر سه تا برقراره، یعنی این در این میشه این یه عدد ثابت. اما توی محیط‌های خنثی این دو تا هم با هم برابرن، اما تو محیط‌های اسیدی این بیشتره، تو محیط‌های بازی هم OH منفی بیشتره. خب فقط خواستم بگم که این رابطه توی همه محلول‌ها برقراره. خب پس الان که من H مثبت رو دارم، راحت میتونم OH منفی رو از این رابطه به دست بیارم. به جای H مثبت میذارم 200 ضرب داره، جای OH منفی که ندارم برابر است با 10 به توان منفی 14. غلظت OH منفی میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. 10 به توان منفی 14 تقسیم بر خب به جای 200 نوشتم 2 ضرب در 10 به توان منفی 2، چون تقسیمش اینجوری راحت تر میشه. خب میدونید که وقتی که یه عدد تواندار تقسیم بر یه عدد تواندار میشه، خب جوابش خیلی راحته. اما اینجا یه عدد صحیح هم من دارم. نگاه کنید، بهترین راه برای جواب به اینا اینه که
شما یه عدد صحیح فرضی 1 رو بالا فرض کنید. شما یه عدد فرضی 1 فرض کنید، خب هیچ تأثیری روی جواب که نداره. شما فرض کنید اینجا یه 1 دارید، 1 رو تقسیم بر 2 کنید میشه نیم. بعد این دوتا رو هم با هم دیگه فرض کنید. 10 به توان منفی 14 تقسیم بر 10 به توان منفی 2. 10 به توان منفی 2 میره بالا میشه 10 به توان مثبت 2. با این جمع جبری میشه 10 به توان منفی 12. پس جواب من شد نیم ضرب در 10 به توان منفی 12. خب همین جواب برای من کافیه. اگه دوست داشتیم به این تبدیلش کنید، اگرم نه که همین جواب کافیه. پس حواستون باشه برای تقسیم کردن سعی کنید اگه عدد صحیحی بالا ندارید که برای این عدد صحیح تقسیم کنید، یک فرض کنید بالا هست، یک رو تقسیم بر اون عدد صحیح کنید، جوابش رو بنویسید، بعد این توانا رو با هم دیگه مقایسه کنید و اضافه کنید به اون مقداری که نوشتید. پس نیم ضرب در 10 به توان منفی 12 میشه جواب. یا دوست داشتین هم بنویسید 5 ضرب در 10 به توان منفی 13 که رندتر بشه. خب این مسئله رو حل کردیم. یک مثال دیگه هم هست، اون رو هم حل کنیم و این قسمت دیگه تموم بشه. خب سوال بعدی گفته غلظت H مثبت و غلظت OH منفی رو در محلول 6 ضرب در 10 به توان منفی 4 مول KOH در 2 لیتر محلول به دست آورید. خب اینجا رو دقت کنید به سوال. اولا KOH داده. KOH یه بازه. KOH بازش هم قویه، یعنی یه الکترولیت قویه. میشه K مثبت به اضافه OH منفی. خب خود غلظت KOH هم درست به شما نداده. مول داده، لیتر هم داده. پس چون مول داده، لیتر داده، شما اول باید غلظت KOH رو به دست بیارید. غلظت KOH برابر است مول به لیتر. مول که 6 ضرب در 10 به توان منفی 4 تقسیم بر 2 لیتر. اگه یه لیتر بود که میگفتیم این مول همون مولاره دیگه، خیلی آسون میشد. اما چون لیتر من یک نیست، چه کمتر از یک باشه چه بیشتر از یک، حتما باید از این فرمول استفاده کنم تا مولارم به دست بیاد. پس غلظت KOH میشه مول بر لیتر. مولش میشه 6 ضرب در 10 به توان منفی 4 تقسیم بر 2 که میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. این میشه مولار KOH که من اینجا نوشتم. پس حواستون باشه به مول میارن یا مولار. خب من مولار KOH به دست آوردم. خب چون KOH یک الکترولیت قویه، تا تو آب حل میشه کاملا تبدیل میشه به یونهاش. پس اینا هم میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 4، این هم میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب غلظت OH منفی به دست اومد. غلظت OH منفی برابر است با غلظت KOH برابر است با همین عدد 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. پس OH منفی رو داریم. الان چی رو خواسته؟ H مثبت هم میخواد. درسته؟ خب حالا طبق همون رابطه‌ای که به شما دادم H مثبت در OH منفی میشه 10 به توان منفی 14. غلظت H مثبت رو ندارم. غلظت OH منفی 3 ضرب در 10 به توان منفی 4 برابر است با این عدد ثابته که 10 به توان منفی 14 است. غلظت H مثبت طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. خب وقتی میخوام به دست بیارم جواب فرض میکنم اینجا یک دارم. 1 تقسیم بر 3 میشه 33 صدم ضرب داره. اینو تقسیم بر این کنیم 10 به توان منفی 4 میره بالا میشه 10 به توان مثبت 4. جمع جبری میشه 10 به توان منفی 10. خب همین جواب برای من کافیه. اما اگه دوست داشتید میتونید رندترش کنید، بگید 3 ممیز 3 ضرب در 10 به توان منفی 11. اگرم همین نگه دارید هیچ مشکلی نیست و جواب کلی رو به دست آوردید. خب اینم از حالا مباحثی که امروز می‌خواستیم براتون مطرح کنیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. ان شاءالله تا جلسه آینده که ادامه این مباحث رو بگم خدمتتون. خدا نگهدار.